معراج پیغمبر صلی الله علیه و سلم از او وقایع بزرگ است که خداوند از میان تمام پیغمبران فقط به حبیب خویش محمد صلی الله علیه و سلم آن را عطا فرموده است. از این خاطر ما جایز نمی‌شماریم که در روزهای معراج پیغمبر صلی الله علیه و سلم در دیگر موضوع صحبت شود. از این خاطر مختصراً کوتاهک یک بار دیگر به خاطر شما سعادت سربلندی امت اسلام را به شرافت عروج پیامبر محبوب شان محمد صلی الله علیه و سلم از 7 آسمان و رسیدنش به عرش اعلی و مورد قبول و پذیرایی پروردگار قبول یافتنش و مهمان خداوند بزرگوار شدنش را نزد شما انشاءالله بیان خواهیم کرد. مختصرا واقعا درباره معراج پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما و شما زیاد شنیده ایم، اما بسیاری چیزایی که ما میشنویم از اخبار و قصه های هستند که اونقدر اصل شرعی ندارند، یعنی با احادیث و با آیات قرآنی تقویت نیافته‌اند. از این خاطر میخواهم امروز با شما حدیثی را که متفق علیه است، بخاری و مسلم آن را روایت کرده اند، در صحیحین به سمع شما برسانم. راستی در صحیح بخاری و صحیح مسلم باب‌های مخصوص است با نام باب المعراج، باب معراج پیغمبر صلی الله علیه و سلم. من در ابتدا معراج براتون شرح بدم که معراج یعنی چی، تا اینکه وقتی که صحبت می رود در مورد صحبت بدانیم که سخن درباره چی می رود. معراج کلمه عربی است از باب عرج یعرج. معراج اصلا اسم آلت است. در زبان عربی وقتی که یک آلت را اسمش میخواهم بگیرن به همین وزنی مفعال یا مفعل میزنن. مثلا وقتی که آلت کوبیدن یاد کنن مطرق یا مطرقش میگن، بلقا. یا که مثلا یک اسباب بد با نام مدیاتر، گیتار میزنن با او، رباب میزنن بعضی ها. همون را ببینید در ما مزراب میگفتن، مزراب از همین باب است، یعنی که آلت ضربه زنی. معراج هم اسم آلت است. بسیاری از محققان، لغت نویسا، شارحای لغت، قاموس میگویند اصلا معراج سلم است، یعنی که زینه پایه که توسط آن از پایین به بالا شخص می رود. چرا میگن معراج نبی؟ زیرا محمد صلی الله علیه و سلم از زمین تا به عرش اعلی راه یافت، بالا شد، عروج کرد. از همین خاطر این شب با نام شب معراج یاد می شود. در قرآن خداوند اسراش گفته است، شب اسرا. در سوره هست با نام اسراء، سوره اسراء در قرآن که اول آیت شروع می شود استعیذ بالله سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. الآیه منزه و پاک از پروردگاری که از برای بنده خیش، از برای حبیب خیش میسر گرداند در یک شب سفری مسجد الحرام، یعنی سفری مکه تا بیت المقدس تا مسجد اقصی را. بعضی از محققان میگن که سفری رسول الله صلی الله علیه و سلم از حرم، از مکه تا بیت المقدس اسرا نامیده می شود و سفری بعدیش که از بیت المقدس به سوی عرش اعلی بود او با نام معراج یاد می شود. اصلا خود کلمه اسراء در زبان عربی حرکت شب، سفری شب میگن. از بس که زمانهای پیش تجارت همه مربوط به کاروان ها بود، کاروان های سفر، و در تابستان از بس که گرمی به نهایت زیاد است کوشش میکردن کاروان ها به شب روند. همه حرکت شبانه شتر و کاروان اسراء میگفتن، با نام اسراء یاد میکردن. پس هر کسی که به شب حرکت کنه همون حرکت او را با نام حرکت اسراء یاد میکنن.
خوب اکنون میایم سری مقصد، سری حدیثی که حضرت انس ابن مالک و مالک ابن صعصعه دو صحابی بزرگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم از زبان آن حضرت برای ما و شما بیان کردند. حضرت میفرماید بینما انا فی الحتیم و ربما قال فی الحجر مستجعا اذ آتانی آتی. هنگامی که میگوید پیغمبر صلی الله علیه و سلم من در حتیم خوابیده بودم، بر روایت اومده است که در داخل کعبه، در داخل بیت الله خوابیده بودم، ناخواست کسی نزدم آمد، ولی بعدتر انشاءالله براتو شرح میدهیم که او آینده جبرئیل امین علیه السلام است. در اخبار اومده است مثلا وقتی ما تاریخ ها را میخونیم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم در تاریخ ها نوشته شده است که در شعب ابی طالب، در خانه ام هانی دختر ابی طالب خواهر حضرت علی سکونت داشت، شب همونجا خواب میکرد. اما در حدیث مبینه اومده است که پیغمبر میگه من در حتیم بودم. حتیم در پهلوی کعبه اگر دیده باشه یک نیم دایره است. یک زمان حتیم از کعبه بود، اما بعدتر وقتی که قریش از سر نو کعبه را ساختند، از بس که دیگه پولش رو کفایت نکرد، حتیم از کعبه خارج کردن از خانه. یک نیم دایره هست. الحمدلله که امروز میسر گشته است، اما آنتنای پارابولیکی همه امکانیت داریم، برنامه‌های سعودی برنامه یک دش تماشا میکنیم، در یک روز 5 نماز نشون میتن. من ان شاء الله امید دارم که همه شما تماشا کرده دیده باشید که خانه کعبه چی نوع است، حتیمی که در پهلوش است چی رقم است. در روایت دیگر اومده است که در حجر بود، یعنی در داخل بیت. چرا بین سخن کتاب‌های تاریخ و حدیثی که از بخاری و مسلم روایت میکنیم اختلاف است؟ اختلاف نیست در اینجا. علامه بدرالدین عینی در عمدة القاری شرح صحیح بخاری بیان میکند که میگه در اینجا یگان اختلاف نیست. مثلا اون چیزی را که مورخ واقدی نوشته است که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم در شعب ابی طالب بود، هیچ اشکال نداره، زیرا شبانه حضرت در شعب ابو طالب در خانه ام هانی دختر عمکش خواب است. از اوجا حضرت در حالت خوابش برداشتن آوردن به حتیم یا به خانه کعبه، به داخل کعبه، و در اوجا سینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم جراحی کردن، شرح کردن، باز کردن. از همین خاطر پیغمبر حدیث از خانه ام هانی شروع نکرد، بلکه از مسجد حرام یعنی از کعبه شروع کرد. ناخواست میگه کسی آمد، یعنی یک حالت بیدوری پیغمبر است، الکی بیدور شده بود. فقد و سمعته یقول فشق ما بین هذه الى هذه. میگه همون شخصی که در اومده بود، من به پشت میخل خواب بدم بیدار. از حضرت انس ابن مالک شرح میکنه که من صغرت نحره الى شعرته، از همه سوراخی که در گردن هر کدام ما و شما هست، اینجا یک سوراخیچه هست، از همه جا میگه تا جایی که موی زیر زنخ میبروید تا ناف چاک کرد. میگه نگاه دارو، میگه سینه ما چاک کرد. فاستخرج قلبی، سینه را از داخل سینه دل برو آورد، میگه خارج کرد. فاوتیت بتست من ذهب مملوءت ایمانا. یک تغوره آوردن، میگه از طلا به تغوره، و در تغوره مولامول از ایمان بود. ایمان. چرا تغوره از طلا است؟ زیرا که ما و شما میدونیم خوب که طلا زنگ نمیزنه. در اون زمان حالی کاسه و طبقهای سیرناک نبرمده بود، امالی را و نیپسوده نبود، اما این طلا بخت چیزا نمیگیره، زنگ نمیگیره، از این خاطر میکروب در او کم میشینه. از همین خاطر است. اگر کسی سوال کنه که آخه طلا استفاده اسباب انجام طلایی برای امت محمد صلی الله علیه و سلم حرام است، پس چرا یک تشت طلایی آوردن نزدش؟ عالمات جواب گفتند. یکیش این در زمانی بود که هنوز طلا حرام نگشته بود برای امت محمد صلی الله علیه و سلم استفادهش اسباب انجام طلایی از قبیل
قبیل طبق کوسه و قاشق و امثال اینا. اما جواب دیگه‌مش که بهتر است آن است که طلا از برای امت محمد، زر زیور برای مردها و آلات انجام خانواده از قبیل کوسه و مثلا قاشق و ویلکه و دیگر از برای جمیع امت در دنیا حرام است، استفادهش در دنیا حرام است. اما مثلا در حدیث های صحیح اومده است که اهل جنت در اسباب های طلایی طعامشو میارن، در آخرت حلال است، درست است استفاده بردنش. سفر معراج پیغمبر صلی الله علیه و سلم از امور دنیوی نیست، این از کار دنیوی نیست. امروز ببینه در عصر 21 مردم سرعت های فوق مثلا صدا استحصال میکنن، راکت هایی که از صدا، از سرعت صدا تیزتر پرواز میکنن اختراع کردن. اما تا به هنوز ما عاجز هستیم، حالی همین آسمان دنیای خودمون در نیافتیم. این 7 آسمان خداوند خودش میدونه که چه مقدار است. آیا میشه در این دنیای 7 آسمان عبور کنی، سپری شوی و به عرش اعلا برسی؟ از همین خاطر این از امور اخروی است، این کار آخرت است. پس از امور اخروی که هست استفاده و استعمال اشیای طلایی حلال است، درست است. ببینید میگم مال از ایمان بود پیغمبر. شاید بعضی ما عقلمون گیره که ایمان یعنی چی؟ ایمان چی شکل داره؟ ایمان چی صورت داره؟ ایمان معنا است، ما معناش میدونیم، یعنی اعتقاد باوری. آیا ایمان همیشه بگیم که دریا چی مثل آب پرش کردیم گرفتیم بردیم؟ اینا علما تجسیم معنا میگن، یعنی وقتی که معنا را جسم میبخشی، یعنی تمثیل وقتی میزنی. مثلا در روایت حدیث ها اومده است که فردا روز قیامت، این سخنهای صحیح از پیغمبر روایت شده است، مرگ مردن به صورت یک کبش سمین، یک قشقار فربه تازه آورده می شود و در بین جنت و دوزخ کشته می شود و ندا کرده می شود یا اهل الجنه خلد لا موت. ای اهل جنت میگن من بعد حیات جاویدانی است، مرگ نیست، تمام مرگ از بین برداشته شد. و با اهل دوزخ هم مراجعت می شود که ای اهل دوزخ من بعد انم عذاب شما که جاویدانی است، مرگ نیست که دیگه جان تو خلاص شود. و همون قشقار در بین جنت و دوزخ کشته می شود، ذبح کرده می شود. اینا که ما و شما چقدر تصور میکنیم که مرگ به صورت قشقار باشه. مرگ ببینه یک معنا است. مرگ یعنی فرارسیدن اجل. همین خیلی در پیش قدرت پروردگار یکون مشکلی نداره که مثلا ایمانم تجسیم ببخشه و یا شکل صورت اندازش که پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم را ببینه، هیچ اشکال نداره. در بعض روایات اومده است که حضرت صلی الله علیه و سلم میگه آب زمزم آوردن، با آب زمزم قلب مشستن، بعدا از همون ایمانی که در داخل تشت بود، در داخل تغاره پرش کردن، فغسل ثم حشی ثم اعید، بعد به مکانش برگرداندن. من میگه نگه داشتم پیغمبر، ندیدم که چی واقعا میشه. حضرت انس ابن مالک روایت میکند که بعدها وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم مدینه اومده بود، همو نشانه همو چاک دیده میشه در سر سینه‌اش. ببینی اگر شخصی را جراحی کنن، هزار نازکانه هم که جراحی کنن، البته یک ایز پای در بدنش میمونه. ما میگم میدیدیم همو خطا که از همین صغری نهر شروع میشید، از همین سوراخی و گودالی گردن تا قریب نوف میرسید تا نوف. حضرت صلی الله علیه و سلم بیان میکند ثم اوتیت بدابت دون البغل و فوق الحمار ابیض. یک چارپای را نزدم آوردن، میگه سفید پوست، از خچیر خورتر اما از خر بزرگتر. خچیر جوانان نمیدونن چیه. زمانهای پیش برای آن که اسب هم قوت بارکشی داشته باشه و هم بدوه، عادتا خر اسب به همدیگر آمیخته میکردن. یعنی
یعنی که عادتا خری نره در اسب ماده میپروندن. همون تویچه ای که اسب تولد میکرد او را میگن خچیر، که مثل اسب میتازه، مثل خر باربردار است. برای همون باربرداری و پربرداشتیش او خچیر میکردن. حضرت مولانا جامی میگه عیب مادر به در فرزند خلق خویش نه به وفقی پدر است. اگر فرزند موافقی پدرش نباشه، رفتار و کردارش به پدرش موافقت نکنه، میگه عیب مادرش، مادرش یگان نامعقولی کرده است. گوش استر که دراز است گواست، کشنه اسب است پدر بلکه خر است. استر یعنی خچیر گوشاش ای گوشای اسب دراستر ای. الان گوشاش میگه دلالت به میکنه که ایرا پدرش خر ای، پدرش اسب نیست. همو حیوانی که آوردن میگه از خچیر قدش پستر بود اما از خر بلندتر، سفید بود. از حضرت انس ابن مالک سوال کردن که تو را به خدا قسم همو براقی که ما قصه هاش شنیدیم همه حیوان است؟ گفت بله. و در حدیث دیگر که امام مسلم روایت کرده است، خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت میکنه اوتیت بالبراق، براق میگه نزدم آوردن، و هو دابة فوق الحمار و دون البغل طویل ابیض. و براق میگه یک چهارپای بود که از خچیر خورتر، از خر بزرگتر، سفید بود، دراز بود، بسیار چابک و چالاک بود. یدع حافره عند منتهى طرفه، در هر جایی که چشمش میرسید قدمش هم اونجا میرسید. به همین سرعت میگه حرکت میکرد. بالای براق میگه سوارم کردن. فرکبته حتی آتیت بیت المقدس، سوار شده میگه تا بیت المقدس آمدم. حضرت جبرئیل امین میگه رکابدارم بود، در پهلوم بود. سوال میافته که مگر حضرت جبرئیل علیه السلام قوتی نداشت که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نرم در آغوش بگیره و به هر جایی که لازم است برسونه؟ جبرئیل که 600 قنات داشت، با یک قنات 7 آسمان و زمین هم میتونست چپگردان کنه. آیا نمیتونست که پیغمبر صلی الله علیه و سلم خش رو در آغوشش بگیره و ببره؟ البته میتونست، اما خداوند به خاطر تعظیم و تکریم پیغمبرش، به خاطر عزت پیغمبرش، ببینه چهارپای مخصوص فرستاد که سواره بیاید. یک شخص اگر احترام کنه کسی خونش ماشین میفرسته. امروز در همین زمان ما که با ماشین بگیرین حضرت بیارین، خدا را ببینه که تکریم پیغمبرش به جا آورد، برای پیغمبر مخصوص براق فرستاده است. و این براق در بعض روایات اومده است که براق ها را، مقصد همه حیوانایی را مثل براق فقط محمد صلی الله علیه و سلم سواری نکرده است، بلکه خدای تعالی به خاطر تکریم پیغمبراش بعضا برای اونا براق مورد استفاده عطا میکرد. از جمله در بعض روایات اومده است که وقتی که اسماعیل علیه السلام همراه مادرش هاجر از جانب پدر در حجاز آورده و در نزد همون خانه خدا، جایی که خانه خدا را بعد بنا کردن گذاشته شد، حضرت ابراهیم از بس که فرزندش به جگرش میسوخت، می آمد عادتا 1 سال در یک بار خبرش میگرفت، در یک روز می آمد با قفا میگشت میرفت. مسافه بین کنعان تا حرم حدی اقل 1000 کیلومتر ای، حدی اقل، شاید زیادتر باشه. چقدر در یک روز میتونست که برو با قفا بگرده بیاید. در همینجا میگن که خدای تعالی براش براق عطا میکرد که سوار میشه، در یک روز می اومد با قفا میگشت به جاش میرسید. خیلی روایت ها هم اومده است، اگر چنده ضعیفن روایت ها. خب قصه کوتاه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه به بیت المقدس رسیدم. در یک حلقه ای که عادتا پیغمبرها چهارپاهای خود در همون حلقچه میبستند که نگریزند، براق بستم و بعد میگه داخل مسجد شدم و در مسجد پیامبر ما محمد صلی الله علیه و سلم صدر بدر پیامبرای خدا
تمام ارواح پیامبران را امامتی کردند. همه پیغمبران از قفاش صف بسته و نماز خواندند. چه شرفی بزرگی، چه درجه بزرگی. حضرت میگه 2 رکعت نماز خواندیم. وقتی از در مسجد خارج میشدم، جبرئیل امین علیه السلام در دست میگه در یک کاسه خمر، در یک کاسه شیر آمد. من شیر اختیار کردم. میگه حضرت جبرئیل گفت اخترت الفطره انت علیها و امتک. تو فطرت خداشناسی را، فطرت بیداری را، فطرت طاعت عبادت پروردگار را اختیار کردی. تو نوش نعمت مستی دنیا را اختیار نکردی، تو و امتی تو. و با اختیار پیغمبر صلی الله علیه و سلم الحمدلله امروز مسلمانان چنین میفخرند، چنین افتخار دارند. ما میگیم که ملت موحد تنها و تنها ما هستیم. چرا ما الحمدلله موحد ماندیم؟ چرا دشمنان در طول تاریخ 1000 ساله اسلام نتونستند که عقیده اکثر مسلمانای عالم دگرگون کنند؟ زیرا پیامبر محبوب ما شیر اختیار کرد، فطرت اختیار کرد. از این خاطر ما محفوظ هستیم. خداوند حفظ میکنه دین ما را، قرآن ما را، ایمان ما را، ایقان ما را. ما به فلک بودیم، یار ملک بودیم، باز همان جا رویم، جمله که آن شهری ماست. حضرت مولوی به یک افتخار میگه ما اصلا میگم فلکیم، شهری ما همونجا است، جوار رحمت پروردگاره. ما انشاءالله سعی تلاش میکنیم که به همون وطن اصلی خودمون بر بگردیم. وقتی سخن در باره وطن میروه، وقتی میگن حب الوطن من الایمان، شما او را این وطن دنیوی خیال نکنید. و حدیثی که حب الوطن من الایمان است حدیثی ضعیف واه است. حتی بعضی از علما از جمله علی القاری خودمان این موضوع گفت، یعنی حدیث دروغی میگه. و وقتی که عارفا حب الوطن من الایمان گفته بیان میکنن، غرض مقصد شو این کلوخ و سنگای دنیا نیست، غرض مقصد شو وطن اصلی انسان ای، جواری رحمت پروردگار ای، انمو فلک ای، جنت المأوا ای. خود زی فلک برتریم و از ملک افزونتریم، زنده چرا نگذریم، منزل ما کبریاست، بخت جوان یاری ما، دادن جان کاری ما، قافله سالاری ما، فخر جهان مصطفاست. و چرا ما میگه از ملک بالا نشیم، چرا از فلک نگذریم، وقتی که پیشوای ما محمد صلی الله علیه و سلم است. از مه او مه شکافت، دیدن او بر نتافت، ماه چنین بخت یافت، او که کمینه گداست. ما اینه که مرتبه و منزلت داریم، مرتبه و منزلت ما با پیشوامون است. بعد حضرت صلی الله علیه و سلم میفرماید ثم انطلق بجبرئیل حتی اتی السماء دنیا. حضرت جبرئیل مرا میگه مشایعت کرد، همراهش به سوی آسمان حرکت کردیم تا اینکه به آسمان دنیا رسیدیم. فاستفتح، در کفت. اخ من نمیدونم اوش صورت کفتن او در چی نام باشه، ای علم پروردگار ای. ما هم عقل فقط کفتن میگیره و زنگی در زنگ زدن، اما چی نو از او در چی نو باز میشوه، ای علم پروردگار ای. چیزی را که ما ندیدیم حتی تصورش کردن نمیتونیم. طلب کشایش کرد حضرت جبرئیل که در باز کنه. خب آسمان دنیا به صاحب نیست که کسی بخواه ببرویه بروا، خب صاحب داره، 12,000 ملک موکل داره. سوال کردن من هذا، کی از گفتن صدا کننده؟ گفت جبرئیل. من گفت پیک خداوندی هستم جبرئیل امین. گفتم و من معک، این رفیقت کی است؟ گفتن همراهت. تو تنها نیستی، کی هستی شریکت؟ گفت محمد صلی الله علیه و سلم. محمد 7 آسمان میشناسند، ملائکه 7 آسمان در آرزوی دیدارش هستند. گفتن وقت ارسل الیک،
آیا با محمد صلی الله علیه و سلم اجازه بر اومدن شد همه از این شب معراج با خبر بدن؟ فقط ساعت چه نمیدونستن که کی است، کی این ساعت فروخ دست میدهد، کی به لقای محمد صلی الله علیه و سلم مشرف میشوند. از همین به علم آگاه بدن و ایلو میدونستن که محمد صلی الله علیه و سلم میآید با قدوم خود 7 آسمان مزین منور میگردونه. حضرت جبرئیل گفت آره، در باز کردن میگه، گفتن مرحبا به فنعم المجیء جاء. خوش آمدی گفتن ای پیغمبر فرخ-پی، چه شخصی بزرگی به مکان ما آمد، سر ما به آسمان ها رسید، با قدوم خود خانه ما را، آسمان ما را منور گردان. حضرت میگه فلما خلصتو فاذا آدم علیه السلام، وقتی که وارد شدم، میگه وارد شدن از یک دنیا به دنیای دیگر بسیار مشکل است، از یک آسمان به آسمان دیگر. ببینید که همین دنیای ما، همین بالای زمین اتمسفر داره 7 قبت است، 7 قبت. بعضی سنگ های دهشتناکی که صدها هزار تانه وزن دارن، تا از همین 7 قبت میگذرن که یا خورد میشون، مای دهک میشون، به هیچ که ضررشون نمیرسه، یا اصلا آب میشون، نمیرسن به زمین. قبت های ازان اسفیر داره، لیت اسفیر داره، بسیار است همین قبتاش، 7 قبت است. اگه شما تصور کنید که این آسمان دنیا را چی نو باشه، اتمسفر و احاطش. پیغمبر میگه فلما خلصتو، وقتی خلاص یافتم، وقتی گذشتم همه این مشکلی ها را، دیدم که آدم علیه السلام ایستاده است. حضرت جبرئیل در او میگه شناس میکرد، گفت هذا ابوک آدم فسلم علیه، این پدرت آدم علیه السلام است، گفت سلامش بده. ما همین سنت پیغمبر و تمام پیغمبرها و سنتی را که جبرئیل علیه السلام به پیغمبر تعلیم داده است، امروز افسوس که فراموش کرده ایم. میشینیم خطی یک برادر شب تا سحر صحبت میکنیم، شرم می‌داریم که بپرسیم که برادر تو کی هستی و نام تو چی است. و یک وقت میگم فلانی سلامت، گفت نامش هم میگیرن، میگوی نمیشناسمش. و میگن یا شب تا سحر خطی ششتی چقدر نمیشناسیش، خیلی فلانی را میگوی انا نو شناختمش. ببینید پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه من فهمیدم، درک کردم که همین آدم علیه السلام است، زیرا صفت پیغمبرو را رسول الله صلی الله علیه و سلم میدانست. با وجود این حضرت جبرئیل که مهمانداری من بود، گفت این آدم است علیه السلام، پدرت، سلامش ده. امروز همون دو عروس با هم دیگر وا میخرن، ونیا و سنیا گفته با هم دیگر در شناس میشوند. ما سنت پیغمبر خدا فراموش کردیم، همین قدر متکبریم، همین قدر مغرور هستیم. حضرت میگه که فسلمت علیه، سلامش دادم. فرد سلام ثم قال مرحبا بالابن صالح و النبی صالح. جواب سلام برگرداند و گفت خوش آمدی ای فرزند صالح، ای پیغمبر صالح خدا، ما با تو افتخار داریم، ما با امتی تو افتخار داریم. از بس که میگه وقت تنگ به در یک شب باید مهمانی پروردگار میرفتم و با زمین برمیگشتم، زیاد توقف کرده نتونستم. میگه و همراه حضرت جبرئیل امین راهمون ادامه دادیم. ثم صعد بی حتی اتا السماء الثانیه، همراه هم پرواز کرد، میگه تا اینکه به آسمان دوم رسیدیم. فاستفتح، باز طلب کرد آسمان باز کنید. ببینه هر یک آسمان به خودش در داره، حلقه داره، پاسبان داره. بران در حلقه چند 7 آسمان زد، زیدانیش لاف آنجا کیتوان زد. پس بنده باید بندگی خود چکنه، بیچارگیش بدونه که در پیش علم پروردگار، در پیش صدق پروردگار این مخلوقات با این دانش اندکشو هیچی نیستن. خدایی که از حلقه در 7 آسمانش در درست کرده است، آیا میسازه که در پیش او از دانش لاف بزنی که من علم داشتم، من دانش داشتم، من قرآن میدونستم؟ عیب است. باید فقط عاجزی و بیچارگی تا بدونی در پیش صدق خدا، زیرا همون دانشی هم که داری همون هم از پروردگار است. اگر خدا نخواسته باشه همه علم در یک لحظه فراموش میکنی، یا تمام عمر جان میکنی، یا صحیفه از یاد کردن نمیتونی. همه علم هم عطای پروردگار است، نور است که خدای تعالی در قلبها او را می اندازه.
طلب کرد، گفت در باز کنه. گفتن من هذا، تو کی هستی؟ کی هست که صدا میکنه؟ گفت جبرئیل علیه السلام. گفتم و من معک. خب برای جبرئیل گفتن اجازه هست پروپوسک داره، اما همراهی تو کیه؟ و اجازه دارد. در حدیث ها اومده است وقتی که شخص از دنیا میگذره روح او را به آسمان میبردارن ملائکه ها. اگر شخصی صالح باشد، مؤمن باشد، خدا ترس باشد، به امر پروردگار در هنگام سکرات ملائکه های رحمت نزدش نزول میکنن، همراهشو کفن از جنت میارن، عطر جنتی میارن. وقتی که او شخص جان داد، روح در دست ملک الموت آمد، حضرت جبرئیل یک طرفت العین در دست حضرت ملک الموت میمونم یه لحظه و بعد در دست ملائکه تسلیمش میکنه. اینا میگیرنش در کفن جنتی میپیچوننش، از عطر جنتی خوشبوش میکنن، بعد میگیرن به آسمان خروج میکنن. آسمان دنیا دا که اومدن میپرسن ای کی است؟ میگم فلان پسر فلان و بهترین نامش. از بس که اجازه دارد در باز میکنن، همه خیل تو هفتم آسمان هم میبرنش، زیر عرش الهی قرار میگیره. خداوند امر میکنه اکتبوا کتاب عبدی فی علیین و اعیدوه الى الارض فانی منها خلقتهم و فیها اعیدهم و منها اخرجهم تارة اخرى. خداوند میگه که نامش در علیین بنویسه، این اهل جنت است، اما باز بگردونینش، به زمین برینش، زیرا که من انسان از خاک خلق کردم، به خاک باز میگردونمش، با فرد و روز قیامت از خاک قایمش میکنم. اما اگر فاسق فاجر باشه، وقتی که حضرت ملک الموت چنگ میزنه او را میبره از داخلش، از داخل جسم بدن میفشارش، بعدا در دست ملائکه های عذاب تسلیمش میکنه. ملائکه هایی که همراهشون مسح بردیان، یک لطهی که از خور دیده، مقصد که درشتر است، در همون میپیچوننش، بدبو. وقتی که همراهش صعود میکنن تا نزد آسمان دنیا میآیند، میپرسن کی است؟ میگن فلانی پسر فلانی، با بدترین نام ها. در بروش باز نمیکنن، از در آسمان دنیا گذشته نمیموننش. بعد پیغمبر وقتی همین حدیث کرد، آیه قرآنی را خواند برای امت: استعیذ بالله لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يليج الجمل في سم الخياط. صدق الله العظیم. پیغمبر گفت دری آسمان برای اینا باز نمی شود، اینا داخل جنت نمی گردن تا زمانی که شتر از پلشکی سوزه نگذره. یعنی امکان نداره، محال است که اینا داخل جنت شود. از همین خاطر در هر آسمان موکلا هستند، هر کس نمیگذارن، و کسایی که رخصت نامه ندارن نمیمونن شو بالا بروین. پرسیدن این جوانی که همراه تو است، از نورش تمام آسمان ها مزین منور گشته است، کی است؟ گفت محمد صلی الله علیه و سلم، فخر عالمیان. گفتم وقت ارسل الیه، آیا اجازه اومدنش هست؟ حضرت جبرئیل گفت بله. میگه در آسمان باز کردن، خوش آمدیم کردن که مرحبا به فنعم المجیء جاء، خوش آمدی ای پیغمبری بزرگ خدا، کاشانه ما را منور کردی. حضرت میگه فاذا خلصت فلما خلصت فاذا یحیی و عیسی علیهم السلام. برای آمدن میگه آسمان دیم که حضرت یحیی و حضرت عیسی علیه السلام ششتیان یا جو و هم ابن الخالتی. حضرت یحیی و عیسی پیغمبر میگه پسر خاله هم. اصلا یحیی علیه السلام با مریم مادر حضرت عیسی پسر خاله است، اما از بس که عیسی هم که فرزند مریم است، از همین خاطر پیغمبر پسر خاله شو گفت، پسر خاله نگفت، پسر خاله گفت. حضرت جبرئیل میگه در شناس میکرد، گفت این یحیی و
عیسی علیه السلام هستن، بر اونا سلام داد و میگن جواب سلام اگر دادن گفتن مرحبا بالاخ صالح و نبی صالح، خوش آمدی ای پیغمبر صالح و ای برادر صالح ما. از اوجا میگه عزم سفر کردیم به سوی آسمان سیوم. قصه کوتاه تا آسمان سیوم هم رفته، میگه همون پروسیدور بود دوام داشت. سوال کردن کی هستی؟ گفت جبرئیل. گفتن این جوانی همراهت کی است؟ گفت محمد صلی الله علیه و سلم. خوش آمده کردن، در باز کردن، مشایعت میکردن. وقتی میگه در آسمان سیوم قایم شدم، دیدم حضرت یوسف علیه السلام، یوسف زیبا. در بعضی قصه اومده است که خداوند نیم حسن به یوسف علیه السلام داده است، اما تمام محققای ما میگن که محمد صلی الله علیه و سلم از یوسف زیباتر بود. پیغمبر ما از یوسف زیباتر است. ببینه حضرت یوسف میگه ایستاده بود، در شناسش کرد، گفت این یوسف است برادرت، سلامش ده. میگه سلام عرض کردم. حضرت یوسف هم جواب سلام گردان، گفت مرحبا بالاخ صالح و نبی صالح، خوش آمدی ای برادر صالح من و ای پیامبر صالح خدا. چند میگه با حضرت یوسف علیه السلام ماندیم، بعدا سفر دوام دادیم. با آسمان چهارم وقتی که میگه رسیدیم، حضرت جبرئیل با طلب کشایش کرد. با صدا شد من هذا، کیست کوبنده؟ گفت جبرئیل. گفتن من معک، کیست همراهت؟ گفت محمد صلی الله علیه و سلم. ببینه یگانجا حضرت جبرئیل حق نداره دعوا کنه که چی قدر میپرسه، مگر مرا نمیشناسه؟ زیرا امر پروردگار هر بار باید پرسیده شود. در باز کردن، میگه خوش آمدی مو کردن. وارد شدیم، دیدم میگه حضرت ادریس علیه السلام در آسمان چهارم قرار داره. در بعضی اخبار اومده است که حضرت ادریس در داخل جنت است، اما در اینجا در حدیث صحیح متفق علیه اومده است، پیغمبر میگه ادریس علیه السلام در آسمان چهارم ملاقات شد. علامه بدرالدین عینی، یکی از بزرگترین شارح‌های بخاری، بیان میکند که من از مشایخ خود شنیدم میگه که اصلا حضرت ادریس در جنت هست، اما وقتی که از قدوم محمد صلی الله علیه و سلم به آسمان با خبر شد، همه آرزوی دیدار محمد داشتند. پیش خدای تعالی التجا کرد، گفت پروردگارا میسر بگردون که من برادر محمد صلی الله علیه و سلم ببینم، زیارتش کنم، خوش آمدیش بگم. از این خاطر خدای تعالی میگه ادریس علیه السلام به آسمان چهارم برداشت. باز میگه حضرت جبرئیل تاکید کرد که برادرت ادریس است و او سلام عرض کرد. سلام گفت، میگه ردی سلام کرد، خوش آمدیم کرد که خوش آمدی ای برادر صالح و ای پیغمبر صالح خدا. بعدا میگه سفرمون ادامه دادیم، آسمان پنجم رفتیم. در آسمان پنجم هم همون سوال و جواب ها شد. بعدا با خوشباش میگه قبول میکردن. فلما خلصت فاذا هارون علیه السلام. برآمدم که حضرت هارون علیه السلام مسکون آسمان پنجم بود است، برادر حضرت موسی. گفت ای هارون از برادرت است، به او سلام ده. به حضرت جبرئیل گفت. در حال میگه سلامش دادم، جواب سلام مگردان، خوش آمدی کرد، مرحبا بالاخ صالح و نبی صالح، خوش آمدی ای برادر صالح من، ای پیغمبر صالح خدا. بعد میگه سفر کردیم، راهمون دوام دادیم تا اینکه به آسمان ششم رسیدیم. باز میگه بعد سوال و جواب و بعد استقبال و قبول بالا شدیم که حضرت موسی علیه السلام در آسمان ششم است. جای حضرت موسی آسمان ششم بود است. در او میگه شناسم کرد، اگر چند پیغمبر میشناختش. از پیغمبر صلی الله علیه و سلم صفت موسی را یهودی ها میپرسیدن، همچنان صفتشون میکرد که در تورات خیلی
نازکی و با او دقیقی ناومده است. صفت حضرت موسی در انجیل ناومده است. اما با وجود این میگه حضرت جبرئیل گفت هذا موسی فسلم علیه، این برادرت موسی است، بر او سلام ده. سلام داد و میگه پاسخ گفت خوش آمدیم کرد. فلما تجاوزت بکا، وقتی از پهلوی حضرت موسی میگذشتم گریست حضرت موسی. ملائکه پرسیدنش که یا رسول الله ما یبکیک، ای پیغمبر خدا گفتم چه چیز تو را گریان کرد؟ سبب گریه ای تو چی است؟ حضرت گفت ابکی لأن غلاما بعث بعدی يدخل الجنة من امته اکثر ممن يدخل من امتی. گفت سبب گریه من آن است که همه جوان زیبا برادر محمد صلی الله علیه و سلم چندین هزار سال بعد از من به پیغمبری مبعوث شده است، اما به جنت از امت او 100 چندان زیادتر وارد میگردن نسبت بنی اسرائیل. یعنی شماره جنتی ها از امت محمد صلی الله علیه و سلم به مراتب از بنی اسرائیل که امت من هستند زیادتر است. گریه حضرت موسی برای حسد نیست، گریه حضرت موسی به حال بنی اسرائیل است که این قوم لجوج احمق اگر چنده که حضرت موسی از چی بلاها نجات شد، چی معجزه هاشون نشان داد، اگر چنده که بر روایت ها اومده است که نصف پیغمبرای خدا از بنی اسرائیل هستند، خدای تعالی اینقدر فضیلت شده است، اینقدر پیغمبر برای اینا فرستاده است، با وجود این شماره شو در جنت اندک است. با کفر رفتن، راه حق ترک کردن، با لجاجت و گمراهی پیرو شیطان شدن تا روز قیامت ببینه در پهلوی ایمان، در پهلوی اسلام، یعنی در مقابلش یهود ایستاده است. یهود تا قیامت عمل شیطان هم میکنه، از لشکرهای شیطان است. به همین خاطر حضرت موسی گریان شد، گریه حضرت موسی به همین خاطر بود. ثم صعد بی الى السماء السابعه، بعدا میگه حضرت جبرئیل با من به آسمان هفتم عروج کرد، آسمان آخران. فاستفتح، طلب کرد که در باز کنن. قیل من هذا، سوالش کردن کی هستی تو؟ گفت جبرئیل. قیل و من معک، با سوال شد همراهت کی است؟ گفت محمد صلی الله علیه و سلم. در آسمان باز کردن، خوش آمده کردن. میگه وقتی که واردی آسمان شدیم دیدم میگه ابراهیم علیه السلام پدر امت موحد در آسمان هفتم اسکن داره. در حضرت جبرئیل میگه آشنا کرد، گفت هذا ابوک، این پدرت است. گفت یا محمد فسلم علیه، سلامش ده. حضرت میگه با یک تواضع خاکساری آنچنانه که فرزند به پدر خود سلام میته سلام گفتم. حضرت ابراهیم هم میگه با آغوش گرم استقبالم کرد، جواب سلام داد. گفت مرحبا بالابن صالح و نبی صالح، خوش آمدی ای فرزند صالح من، ای پیغمبر صالح خدا، ای کسی که آیین موحدی مرا زنده داشتی. اگر تو نمی بدی، اگر امتی تو نمی شد، امروز او کسایی که خدا فرزندای ابراهیم میخوانند در جهالت و گمراهی قرار داشتند. تو هستی که همراه امتت دین موحدان، دین ابراهیم خلیل علیه السلام زنده داشتی. خوب ببینه 7 آسمان بیان کردیم که در کدام آسمان کدام پیغمبر است. از همه روایت صحیح تر همین روایتی هست که من گفتم، روایتی که متفق علیه است. خب یا بار دیگه تکرار کنیم که در خاطر تو بمونه، مخصوصا که اینجا جوانا زیاد است. غرض از شنیدن امر معروف فقط لذت بردن یا لحظه اینه نیست، غرض اون است که چیزی شنیدمونه ببریم به فرزندا، به اهل بیت، به یار و رفقامو برسونیم تا اینکه صاحب علم باشن، چیزی حاصل کنیم. خب در آسمان اول آدم علیه السلام بوده است، در آسمان دوم یحیی و عیسی علیهم السلام سکونت داشتند، در آسمان سوم حضرت یوسف علیه السلام بود، در آسمان چهارم ادریس علیه السلام، در آسمان پنجم محمد صلی الله علیه و سلم با هارون علیه السلام ملاقات کرد،
آسمان ششم مسکن موسی علیه السلام بوده است و نهایت در آسمان هفتم حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام بوده است. 7 آسمان خلاص شد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه ثم رفعت الى سدرة المنتهى، بعدا به سوی سدرة المنتهى. سدرة المنتهى درخت است. سدره اصلا درخت است. چرا سدرة المنتهى میگن؟ زیرا انتهاش زیر عرش خداوندی است. با سدرة المنتهى میگه عروج کردیم. بعضی بزرگان میگن سدرة المنتهى درخت است که ریشش در آسمان اول است، شاخ و برگاش در زیر عرش در آسمان هفتم. اما بعضی دیگر میگن نه، سدرة المنتهى را ریشش در همون آسمان هفتم است، شاخ و برگاش تا زیر عرش خداوند میرسد. سدرة المنتهى را چی بدن و چی نو بدن شما نمیدونیم. همون مقداری که از اخبار پیامبر صادق به ما رسیده است همون را بیان میکنیم، اما از بس که چیزی را که ندیده ایم او را به چیز قیاس کرده نمیشه و از مثلا اشیای دنیا از همین خاطر عقل ما عاجز است از دانستن درک کردنش. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم قصه میکنه که فاذا نبیقها مثل قلال حجر، میوه ها شدیده میگه هر یک میوه داره مثل خمهای حجر. این حجر نام یک موضع است، در اون موضع قبیله زندگی میکرد که با ساختن خم معروف بود. خمش همون خنبه میگیم، چی میگیم خود ما، یعنی همون کوزه های بسیار کلام که در اون کوزه ها بعضا آرد میگرفتن، بعضا مثلا یگون نوشابه میگیرن یا یگون چیزی دیگر میگیرن. خلال همون را میگن، یا برای گرفتن ظرف برای گرفتن آب است. بسیار کلان. هر یک میوه داشت که برابر انمو خم ها، شاید اون خم 100 لیتر ببره، کی بدونه، شاید 200 لیتر ببره بشکای خدمواری. و اذا ورقها مثل آذان الفیل، ورقهای پهن آویزان داشت میگه مثل گوشی فیل. گوشای فیل دیده چه خیلی کلان کلان پهن آویزان های. اما برگای درختی سدرة المنتهى میگه همین شکل است. در بعض روایات اومده است که در سدرة المنتهى او قدر حشرات زیبا ششتگیان با زیور مثل طلا و مثل الماس درخشان که همیشه همون درخت منور است. در بعضش اومده است که در هر یک شاخ سدرة المنتهى صدها هزار ملائکه خدا نشسته است و به ذکر خدا مشغول هستند، ذکر خدا را میکنند، یاد خدا و تسبیح خدا را میگویند. به هر وجه حضرت جبرئیل گفت هذه سدرة المنتهى، گفت یا محمد علیک الصلاة و السلام همون سدرة المنتهی که در قرآن یعنی من برات وحی می آوردم، سدرة المنتهی که به دیگه پیغمبرها وحی من می آمد انامین است. و چشم ببین فاذا 4 انهار، نهران باطنان و نهران ظاهران. دیدم میگه که 4 نهر است، از همون بالا 4 نهر نمودار بود. 2 نهرش نهر داخلی، 2 نهر نهر خارجی. فقلت ما هذان یا جبرئیل، میگه سوال کردم که ای جبرئیل این چی نهر هستند، این کدام نهرها هستند؟ حضرت گفت اما الباطنان فنهران فی الجنه، این 2 نهری که در باطن هستند گفت اینا نهرهای جنتند که یکیش سلسبیل است دیگرش کوثر. و اما ظاهران فنیل و الفرات، او 2 تا که ظاهر هستند یکیش نیل است دیگرش فرات. در این مسئله علما به حد بحث کردن، بحث به حد علمی است که حوزی اگر گپ زنیم باور کنه وقت مو میگذره و شما چیزی حاصل نمیکنه. علم ایره به خدا حواله میکنیم، اگر این کار کنیم بهتر است. یعنی خداوند خودش میدونه که مراد از اون نیلی که میگن 2 نهر خارجی است، یکی نیل دیگر فرات چی است؟ آیا همین نیل و فراتی که در روی زمین هستند همیا هستند و مبدأ و سرمنشأش از اونجا هست، یا که شاید نهرهای اصلی در
اوجه هستند اینا سایه همون نهرها هستند. خداوند خودش میدونه. شاید به خاطر همون دو نهر، این دو نهری که در زمین هستند، یکیش درازترین نهر روی زمین است، یکی از همه شیرینترین نهرها است، آب بسیار گوارا داره، به یاد به خاطر همون دو نهر نامیده شدیند. در این موضوع بحث و مباحثه علما به نهایت زیاد است. از همین خاطر میگیم الله اعلم بالصواب، خداوند خودش داناتر است. زیرا از دانستن و ندانستن یا در ایمان ما نه چیز زیاد میشود و نه چیز کم میگردد. ثم رفع علی البیت المعمور، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه بعداً بیت المعمور را به من نشان دادن. ببینید ما در روی زمین کعبه داریم، جایی که خانه خدا یاد می شود، جایی که از برای طواف و زیارتش هر سال حاجی ها، نه فقط هر سال بلکه در طول سال همیشه از تمام گوشه و کنار دنیا به خاطر زیارت و طوافش حاجی ها سفر میکنند و مشقت میکشند و میروند. بیت المعمور کعبه ملائکه هاست، کعبه آسمان هاست. در خبر اومده است که هر روز 70,000 ملائکه داخلش میشوند. هیچ کنه میدونه که او کجا میشوند. با 70,000 دیگر روز دیگر داخل میشوند. و این عدد 70,000 یک عدد نسبی است. وقتی که پیغمبر میخواه چیزی را شماره زیاد بیان کنه، برای ما بیان کنه که مثلا شماره به نهایت زیاد، عادتا عددی 40 یا 70 یا 40,000 یا 70,000 را میگه. یعنی این دلالت به زیادتی بکنه. شاید 70,000 و 70 بیلیون بدرویه، کی میدونه؟ به همین حد کلام بده است. بیت المعمور قبله فرشته ها، کعبه فرشته ها، یعنی به خاطر عبادت میروند. بیت المعمور را میگه به من نشان دادن. ثم اوتیت باناء من خمر و اناء من لبن و اناء من عسل. باز میگه ببینید در روایت صحیح دو بار اومده است. یک بار در بیت المقدس نزد میگه یک کاسه خمر آوردن، یک کاسه شیر و یک کاسه عسل. بار دیگه میگه در نزد بیت المعمور در آسمان هفتم در نزد سدرة المنتهی آوردن، میگه 3 کاسه نزدم. گفتن یکیش اختیار که اختیار داری. حضرت میگه فاخذت اللبن، من شیر اختیار کردم. باز میگه شیر اختیار کردم. حضرت گفت هی الفطره، ای محمد مبارک با ترای فطرت است، این خداشناسی است، این موحدی است، این عقبا را بر دنیا ترجیح دادن است. انت علیها و امتک، که تو و امتی تو فطرت، یعنی فطرت خداشناسی را اختیار کرده ای. خشا به حالت. ثم فرضت علی الصلوات، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه بعداً بر من نمازها فرض گردانده شد. 50 صلاة کل یوم، 50 نماز در یک شبانه روز. 50 نماز در یک شبانه روز. میگه من وقتم خوش شد که خدای تعالی باور کرد بر ما 50 نماز گذاشته است بر امتی من، اینقدر ثوابی که یا حاصل میکنند. شادان میگه بازگشتم فمررت علی موسی، از پیش حضرت موسی میگذشتم. حضرت میگه منعم کرد، سوال کرد که برادر بما امرت، خداوند به تو چی امر کرد از عبادات؟ میگه گفتم یا موسی 50 نماز در یک شبانه روز. خدا به ما باور کرد، اعتقاد کرد. ببین به امتی تو بنی اسرائیل 2 نماز در یک شبانه روز فرض گردانده بود، بر ما 50 نماز داد. حضرت موسی گفت این امتک لا تستطيع 50 صلاة کل یوم. ای محمد گفت محمد جان این امتی تو در یک شبانه روز 50 نماز خواندن نمیتونند. اینی والله جربت الناس و عالجت بنی اسرائیل اشد المعالجه. قسم به خدا گفت من این مردم آزمون کردگیم.
همه خانه سوخته بنی اسرائیل همراه شو اینقدر دعوا و جنجالام شده است، سری چندین سرکش استنش جدا کردم اما با کله نمیگیرن. اذهب یا ارجع الی ربک فاسأله تخفیف لامتک، برگرد گفت پیش پروردگار سوال که از خدا طلب که خدای تعالی کم کنش که امتی تو قدرت ندارن. همین قدر میگه گفت که من میگه در شبهه غلطیدم که مبادا که امتی من زورشونه رسه و 50 نماز ترک کنن مستحق غضب خدای بزرگ شوند. از این خاطر میگه بازگشتم پیش پروردگار که خداوند و همه را شمارش کمتر کرد. فوضع عنی 10، حضرت خداوند میگه 10 تاش کم کرد. گفت اینا برای 40 تا. خرسند اومد میگه که یک بار 10 تاش کم شده است. حضرت موسی با گردونده که میگه یا محمد بگر که 40 نماز نمیخونه امتی تا. باز میگه پیش خداوند اومدم با گردن کج، باز 10 دیگه ش کم کرد، 30 تا شد. اومدم میگه که حضرت موسی در راه ایستاده است. گفت ای محمد بگر که امتی تا قدرت نداره به 30 نماز. من این مردم خوب میدونم، خوب شناختم شد. باز میگه گشتم اومدم 20 تاش کرد. اومدم حضرت موسی اصرار ورزید، گفت من قسم به خدا به خاطر خودت میگم، برای منفعت خودت میگم برگرد. اومدم میگه 10 تاش کرد. حضرت موسی دست بردار نبود. ای حبیبی خدا، ای محمد برگرد، هنوز دیر نشده است، امکان داری التماس کن. پیش خداوند رفتم، بعد میگه گفت یا محمد 5 نماز در عوض همین 5 نماز ثواب 50 نماز با امتت میتم. راضی هستی؟ حضرت صلی الله علیه و سلم میگه دیگه خشنود پران اومدم که حضرت موسی ایستاد است. گفت بما امرت یا محمد، ای محمد چی امرت کرد خدا؟ میگه گفتم 5 نمازک. رحمتی کلام بر تو خداوند رحمتت کنه که با پافشاری تو 50 نماز 5 تشید با ثواب 50 نماز با ما میتم. باز گفت برگرد. گفت این امتی تو 5 نماز نمیخونه. من این مردم جاهل میدونم چی مردمان، این مردم کثافت خطی میگه من دست به گریبان زیاد کردم، سالیانی طولانی خطیشو زندگی کردم، برگرد التماس که کمش کنه. حضرت گفت سألت ربی حتی استحییت، گفت یا موسی ای برادر جان همین قدر التماسش کردم دیگه من شرم دارم. نخو 5 نماز بخونیم در یک شبانه روزه که 24 ساعت است، در عوض ثواب 50 نماز به ما بتنه. با از امتی من کسی یافت شوه که همین نعمت خدای تعالی را قدر شناسی نکنه. اویه که گفت در یک شبانه روز 50 نماز دخشش نمیتن امتی من مسکوم شوه. از این خاطر برادرای عزیز، کسی که دعوای امتی محمد میکنه، کسی که محبت محمد در دل داره صدقاً، این 5 نماز فریضه الهی است، این 5 نماز هدیه محمد است برای ما و شما. هشتونه در سر تو بگیره، نماز از این کمتر نمیشه. وای به حال کسی که از این 5 نماز یک نماز ترک میکنه که مستحقی غضب و عذاب خدا میگرده، زیرا مرتکب گناه کبیره میشه. شما تصور کنه همین زنا کردن گناه کبیره است، شراب نوشیدن گناه کبیره است، علمی نماز نخواندن هم گناه کبیره است، در پهلوی انبیا است. افسوس که وقت تمام شد. انشاءالله صحبت ما هم تونستیم که این دفعه پایان رسونیم. من یاد دارم که سالیانی پیش در 1 ساعت بودش نمیکردیم، در همین موضع در همین حالت سخنمون به پایان میرسونیم، دست به دعا میبرداریم. پروردگارا در این روزی که روز اجابت دعاست، در این ساعتی که درهای آسمانهای تو بر روی بندگانت باز است و دعای بندگان اجابت می شود در نزدت، خدای خداوند به امت محمد صلی الله علیه و سلم ایمان کامل ارزانی دار، غیرتشان بده، ناموس ننگ اسلامی را براشان ده تا لااقل همین 5 نماز را که فریضه ای توست و این 5 نماز را که با پافشاری های حضرت موسی با میان روی ها و التجاهای محمد
صلی الله علیه و سلم به ما رسیده است. هرگز ضایع نگذارند 5 نماز به وقت در مساجد انجام دهند و خداوند این نمازها را فردا روز قیامت توشه آخرت مان گردان، چراغ و نور گردان که قیامت تاریکی بالای پل صراط از برای ما منور روشن گرداند و کلید جنت رخصت از برای وارد شدن به جنت المأوا از برای ما قرار ده. پروردگارا وقتی که ما نماز میخوانیم طلب مغفرت از برای خود، از برای پدر و مادر خود، از برای جمیع مسلمانان امتان محمد صلی الله علیه و سلم میکنیم. خدایا ادعاهای ما را به درگاهت مقبول و قبول گردان و پروردگارا امت محمد صلی الله علیه و سلم اونایی را که در قید حیات نیستند امروز از طاعات عبادات محروم ماندیان به سبب مرگ، پروردگارا رحمت مغفرتشان کن و در جوار رحمت خویش مستقرشان گردان. آمین یا رب العالمین.